سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم این ناخن رو تبدیل به این ناخن بکنیم با هم دیگه و با تمام ریز جزئیاتی که توی این ناخن انجام دادم میخوام براتون توضیح بدم. برای ایشون من همیشه لاکشل میزنم و الان هم قراره که دوباره لاکشل بزنیم، ولی متفاوت تر از بقیه لاکشل ها. همونجور که میبینید سرسوهان ولکانو رو کامل روی ناخن میخوابونم که همه ناخن رو با هم دیگه بتونم ریموو بکنم. اینجوری سرعت کارتون میره بالاتر و زودتر ناخن ریموو میشه، حالا لاکشلش یا موادش. همونجوری که میبینید آروم آروم ولی با سرعت بالا، یعنی سرعت دستگاهتون رو ببرید حداقل ساعت 12 و شروع کنید به ریموو کردن. سرسانی که من دارم استفاده میکنم نوار سبز هستش، میتونید از نوار آبی یا نوار قرمز هم استفاده بکنید. اگر تازه کار هستید بهتون پیشنهاد میکنم از نوار قرمز ولکانو ها استفاده بکنید. این سرسوهان یه مقدار گرید بالای تری داره و خیلی سریع ریموو میکنه. شاید متوجه نشید که کی به ناخن مشتری رسیدید. اینجا مشتریم داشت بهم میگفتش که چقدر فرنجات خوشگل شده. گفتم آره، فقط متاسفانه دوباره یک دستم درسته و یه دست دیگه هم مثلا 2 انگشتم ناخنی نداره. داشت میخندید و گفتم که بالاخره کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. طبق معمول من همیشه دستام متفاوته با هم دیگه. اگر تو ویدیوهای قبلی هم دیده باشید متوجه میشید. همونجوری که میبینید لاکشل رو ببینید میزنم کامل بلند میشه، یعنی کاملا لاکشون فاسد شده و موقع ترمیمشون بوده. اینجور مواقع متوجه میشید که کل ژل رو اگر ژل زده بودید، کل ژل رو اگر لاکشل زده بودید که لاکشل کامل باید ریموو بکنید و هیچ اثری ازش نباید روی ناخن بمونه، وگرنه باعث هوا میشه و باعث قارچ توی ناخن میشه. با همون سرسوهان ریمووی که ناخن رو ریموو کردید با همون هم میتونید ناخن ها رو کوتاه بکنید و سرعت دستگاهتون بالا باشه. اگر به راست داره میچرخه دستگاهتون باید از چپ به راست کوتاه کنید، یعنی مسیرتون از چپ به راست باید باشه. حواستون باشه اگر راست به چپ این کار بکنید باعث ضربه به ناخن میشه و میپره. خب بعد از اینکه کوتاه کردیم که مشتری گفت خیلی کوتاه بشه، همونجور که دیدید کلا مشتری میخواد که ناخناش خیلی کوتاه بشه و دیر به دیر هم میاد. اینجا هم شل نمیکنه، هرچی بهش میگم شل کن میگه من شلم. دوباره دارم میذارم رو دستش میگم که شلش کن. بازم الان صفر کنه ناخنشو، اصلا نگران نباشید. کلا شل کردن تو اخلاق مشتریای من نیستش. بعد از اینکه ناخن رو کوتاه کردید با سوهان دستی کامل به ناخن مدل بدید و اولین ناخنی که مدل دادید رو به مشتری نشون بدید. بگید که همین خوبه، همین کافیه، اوکیه یا بازم بیشتر کوتاه میخوای. دیگه آخر کار نخواد که بعد از اینکه 10 انگشت رو مدل دادید و کوتاه کردید بخواد بگه بلنده یا کوتاه. بچه‌ها به نحوه گرفتن دستم دقت کنید که اصلا انگشت توی دست من تکون نمیخوره، یعنی بالا پایین و اینا هر چقدر که صفر بکنه شما باید محکم‌تر بگیرید که بتونید اون مدلی که میخواید رو به ناخن مشتریتون بدید. کلا توی ناخنایی که خیلی کوتاهه و قراره که یه لاکشل ساده حالا یا لامینت ساده بکنید، سفیدی ناخن رو در نظر بگیرید. اگر بخواید قطع ناخن ها رو در نظر بگیرید، اینجا انگشت اشاره خیلی کوتاهه صدف ناخنش و انگشتای دیگه صدف‌های بلندتری دارن، ولی نسبت به سفیدی که داره ما کوتاه کردیم. بعد از اینکه کارهای کوتاهی و ریمووتون تموم شد میریم سراغ خط و خش انداختن روی ناخن. این کار با سوهان دستی هم میتونید انجام بدید، با سوهان برقی هم میتونید انجام بدید. بستگی داره که خودتون چجوری دوست داشته باشید کار بکنید. من با سوهان برقی خیلی سرعتم بالاتره و خیلی سریع این کار انجام میدم، ولی مطمئن میشم که اصلا به ناخن آسیبی وارد نمی کنم و خیلی یواش این کار بکنید. همونجور که میبینید دستگاه دور حولمون پیچید ولی مشکلی نداره. نترسید اینجور موقع، فقط دستگاه رو سرعتش رو ببندید یا خاموشش کنید که بتونید حوله رو بردارید. خط و خش انداختن اینجوریه که باید با سرسوهان سنبادی گرید بالا
که نرمتر هستش میتونه 220 باشه و سرعت دستگاهتون روی 8.5 تا 9 باشه. بعد از اینکه خط و خش انداختید میتونید با پوشر چوبی یا پوشر آهنی کوتیکولا رو بدید بالا. من اصلا مانیکورهای خیلی عمیق بر مشتری‌ها انجام نمیدم، به خاطر همین با یه سرسوهان اشکی با سمت راست به چپ دستگاه فقط به یک سمت میچرخم و یک مقدار دستم رو به سمتی که دارم میچرخم دستگاهم رو به اون سمت میخوابونم. یعنی ته دستگاه من همون سمتی که داره سرسوهانم میره اونم داره به همون سمت حرکت میکنه. مانیکور رو خیلی عمیق انجام ندید، چون که بعد از این مدت خب امکان داره که آسیب‌های خیلی جدی به ناخن مشتریاتون بزنید. اصلا هم نیازی نیست بچه‌ها. همونجوری که تا آخر ویدیو با هم هستید و میبینید اصلا نیازی به مانیکورهای خیلی عمیق و چپ به راست و راست به چپ نیستش. الان متوجه میشید که خیلی راحت بعد از اینکه سرسوهان شمعیتون استفاده کردید با یه پنس یا با یه قیچی، حالا هر کدوم که خودتون راحت ترید، میتونید کوتیکولای اضافه رو بچینید. من از پنس استالکس استفاده میکنم. البته این پنس را دست من نیستش و پنسی که من همیشه ازش استفاده میکردم رو نتونستم پیدا کنم. یعنی شماره هایی که پنسی که من دارم روی هر پنس استالکسی شماره هایی نوشته، اون شماره ها رو میبرم من بهشون نشون میدم، بازم یه پنس دیگه ای به من میدن. به خاطر همین با این پنس چون کوچولوه بالاخره تو دستم جا میشه فعلا دارم کار میکنم، ولی خب اصلا پنسی نیست که خیلی باهاش راحت باشم. کوتیکولا رو میبینید بچه ها اصلا اضافه تر از اون چیزی که اون سفیدی که اون بالاه نگیرید. مشتری من خیلی دوست دارن که این بغلای ناخونشون هم من بگیرم، من اصلا خوشم نمیاد ولی اونا دوست دارن و اگه برشون نگیرم هم توی خونه خودشون دستکاری میکنن، مخصوصا خانومای ترک خیلی بعدشون میاد از کوتیکولهای اضافه. بعد از اینکه کوتیکولا رو گرفتید حالا نوبت میرسه به شروع کردن مواد زدن. یعنی تا اینجای کار ما فقط داشتیم زیرسازی انجام میدادیم. بعد از اینکه زیرسازیتون رو انجام دادید باید دهیدراتور، پرایمر و بیستون رو بزنید. همونجور که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم من از رابر بیس استفاده میکنم، پرایمر غیر اسیدی و رابر بیس. پرایمرتون که زدید یه 20 ثانیه صبر بکنید که پرایمرتون فعال بشه و بعدش از رابر بیس استفاده بکنید. من به خاطر اینکه حجم خیلی کمتری بتونم رابر بیس بزنم روی ناخونها پخشش میکنم و بعد شروع میکنم به آروم آروم و مالشی رابر بیس زدن. دقت کنید که رابر بیس خیلی مهمه، همه جا هم باید بخوره و یکی از دلایلی که ناخونهایی که میزنید و لاکشل هایی که میزنید هوا میگیره رابر بیستون هستش، یعنی بیستون هستش. اگر بتونید که یه بیس خوب گیر بیارید و تستش بکنید که اصلا نپره اوکی باشه همه چیش، از اون استفاده بکنید. اینجا من دارم از کاورد بیس استفاده میکنم، یعنی یه بیسیه، یه رنگ بیسی هستش که بیس کات نیستش، یعنی شما نمیتونید که زیر لاک ژل هاتون و زیر ژل هاتون بزنیدش. این ژل خودش رنگ داره و برای بیس های فرنچتون مناسبه. یه سری از بچه ها به من پی ام میدن میگن که من بیس کد دارم و شیری هستش، مشکل نداره زیر کاشت بزنمش. چرا بچه ها؟ اون خیلی مشکل داره. اون بیس هایی که ما میزنیم برای زیر کاشت فقط برای بیس های زیر کاشته و این چون رنگی هستش برای زیر طراحی، زیر فرنچ از این بیس ها میتونید استفاده بکنید. همون رنگ بیسی که خودمون میگیم این دقیقاً همونه. اگر شما از این بیس ها استفاده بکنید اولا که خیلی مقاوم هستن برای کسایی که لاکشل میخوان بزنن، هر سری میخوان فقط لاکشل بزنن و اصلا از ژل و اینا خوششون نمیاد یا کاشت ناخون دوست ندارن، باید از این بیس ها استفاده بکنن. خیلی مقاومه، ناخونشون قشنگ تا 2 ماه آینده هم چیزی نمیشه و با بلند شدن ناخون هم اصلا ریشه ناخون مشخص نمیشه. مثل لاک قرمز و لاک مشکی نیستش که با بلند شدنش ریشه ناخونتون مشخص بشه. این بیس رو اول یک لایه نازک ببینید، همونجور که میبینید اول یک لایه نازک من دارم روی کل سطح ناخون میزنم
بعدش بعد توی دستگاه یووی خشکش بکنید. حالا 120 ثانیه یا 60 ثانیه نسبت به دستگاه خودتون. اگر فکر می‌کنید دستگاهتون ضعیفه 120 ثانیه خشک بکنید. لایه دومو که میخوام بزنم یک مقدار غلیظ‌تر میزنم. ببینید همین الانم رنگ داره، فقط من یه مقدار دیگه غلیظ‌تر میزنم و اجازه این کار رو توی این بیس ها دارید که غلیظ‌تر بزنید. اینا خشک میشن و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حتی با این بیس ها شما میتونید لامینت هم انجام بدید، یعنی یه لایه نازک بزنید توی دستگاه یووی خشکش بکنید و لایه دوم ضخیم‌تر که بزنید همون لامینت ناخن میشه. ولی برای ناخن‌های خیلی کوتاه میتونید این کار انجام بدید، مثل ناخن ایشون. برای ناخن بلندتر اصلا با همچین موادی نمیتونید لامینت کنید و یا میشکنه یا به ریشه ناخن فشار میاد و هوا میگیره و بلند میشه. حتی موقع خشک شدن هم این لاک ها یا همون کاور بیس ها یک مقدار سوزش هم دارن، مثل بیلدر ژل که برای مشتری ها میزنیم. حواستون باشه اگر مشتریتون سوخت دستش، دکمه 99 ثانیه روی دستگاه یوویتون رو فشار بدید که با سرعت کمتری و با نور کمتری خشک بکنه ناخن‌های مشتریتون رو. بعد از اینکه ناخن مشتری رو خشک کردیم اصلا نمیخواد که اون نوچی رو بگیرید، هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر اون نوچی رو هم نگرفتید. دیدید وقتی ژل میزنید، بیلدر ژل میزنید، باید نوچی رو بگیرید بعد روش لاک بزنید. توی این لاک اصلا مشکلی نداره، میتونید روی همون نوچیش هم طراحی بکنید یا فرنچ بزنید و روش هم تاپ کات بزنید، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر حس کردید که تاپ کاتتون داره حباب میشه و داره هی باز میشه، میتونید که اول نوچی کاور بیستون رو بگیرید، بعداً روش تاپ کات بزنید، حالا یا طراحیتون رو بزنید. اینجا برای مشتریم یه دونه فرنچ کشیدم و بهش نشون دادم، تاییدش رو اول میگیرم که اگر پهن‌تر یا نازک‌تر خواست همون موقع بهم بگه که بقیه رو نزنم دوباره از اول دوباره کاری بشه. مشتریم هم گفتش که من یه مقدار ضخیم‌تر میخوام، از خط لبخندش یه مقدار ضخیم‌ترش میخوام. بچه‌ها اگر انگشتای دیگه مزاحمتون هست همینجوری که الان دیدین من با دستم فشارشون میدم به سمت پایین و مشتری یه مقدار شل میکنه. برای مشتریایی که اصلا شل نمیکنن این کار جوابه. برای فرنچ حتما دقت کنید که ناخن‌های دیگه هم فرنچشون اندازه هم باشه. اگر مشتری خیلی فرنچ ضخیمی نمیخواد، همون سفیدی که الان دارید نوک ناخن میبینید، سفیدی ناخن خودشو همونقدر براش فرنچ بزنید و در گوشه ها خیلی نازک باشه، وسط ناخن پهن‌تر باشه و خیلی هم به سمت پایین نرید. یعنی فرنچ خیلی روسی نمیخواد برای همچین ناخن کوتاهی بزنیم، چون که خود مشتری هم یه فرنچ خیلی ساده میخواد. بعد از اینکه فرنچ زدین، خشک کردن فرنچ خیلی مهمه. یعنی دست مشتریتون رو برگردونید و اجازه بدید که نوک ناخن‌ها هم خشک بشن از زیر، چون که ناخن گرد هستش یا حالا بادومی هم اگر باشه این کار خیلی به نفعتونه. همونجور که دیدید قبل از اینکه خشک کنم بذارمش توی دستگاه، دیدم جایش مشکل داره، با همون دستم پاکش کردم. شما هم این کار میتونید بکنید. فقط یک سمتش مشکل داشت، یک سمتش رو درست کردم و پاک کردم و دوباره دارم فرنچ میکشم. برای اینکه گوشه ها رو بتونید فرنچ بکشید، یه ذره انگشت مشتری رو گوشتایی که بغل هست رو میتونید به سمت پایین بگیرید تا در گوشه های ناخن نازکتر در بیاد فرنچتون. اگر حس میکنید که لاک ژلی که برای فرنچتون استفاده میکنید خیلی رقیقه و داره توی ریشه ها میره و داره خرابکاری میکنه، دونه دونه یا دوتا بذارید توی دستگاه و خشکش کنید خیلی سریع، نذارید اصلا حرکت بکنه. فرنچ چون که با لاک سفید انجام میشه، حالا میتونید از پینت ژل هم استفاده بکنید، باید با ثانیه بیشتری خشک بشه. یعنی 30 ثانیه 60 ثانیه کافی نیستش، 120 ثانیه کامل بذارید توی دستگاه یووی خشک بشه و بعدش تاپ کات رو بزنید. حالا دلیل اینکه ایشون 2 ماه یه بار میان رو میخوام براتون توضیح بدم. این مشتریم اعتقاد داره که اصلا دوست نداره ژل بزنه به ناخناش یا اینکه کاشت بکنه، به خاطر همین فکر میکنه لاک ژل از همه چی براش بهتره. اینجا من دارم تاپ کات میزنم بچه‌ها.
تاپ کت هم اصلا هیچ خط و خشی روش نمیافته و 2 بار به همین شکلی که میبینید میذاره توی دستگاه خوش میکنه و 1 بار هم دستو برمیگردونه به حالت دعایی خوش میکنه. بله به خاطر همین لاک ژل میزنه مشتری عزیزم. هرچی هم بهش میگم که میتونی لامینیت کنی، میتونی ژل بزنی، میگه نه. و به خاطر این 2 ماه دیر میاد که ناخونش بلند بشه و ناخونهای جدیدی در بیاره که بتونه روی اونها لاک بزنه و اعتقادش اینه که باید ناخونم نو بشه بعد بیام. حالا قبلا میمد ریموف میکرد، 2 ماه بعدش میمد لاک ژل میزد، اعتقادی هم به لامینت نداشت. حالا الان 2 ماه نگم داره ناخوناشو، بعدم میاد. هرچی هم میگم این کار نکن اصلا گوش نمیده. اگه شما همچین مشتریایی دارید براشون از این ژلا بزنید تا بتونن که استفاده کنن حداقل و پول لامینت بگیرید ازشون. بهترین روشیه که میتونید برای این مشتریا استفاده بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.